بچه خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه چنل خودتون، یعنی امنسی رو برچنید ولی همراه سورنای بزرگ بریم مپ لاگوایی که جدید اومده بعد از چه میدونم بعد از چند کم 3 چپتر از چپتر 2 تا الان هیچ وقت نیومده. 3 چپتر رو امتحانش کنیم. اگر هم نمیدونین چی حتما تا آخر ویدیو رو ببینید چون خیلی خفنه. پاره نه سروایو کنید و خیلی خفنه. میگن سراغ ویدیو خیلی خفن. من تایتش 16 شدم یه بار. زحمت کشی من دوم شدم. خیلی سخته. من یادم میره بذارم اسکواد فول بشه. خودم سولو هم همطوری میرم. اینجا بهترین جای بریم. یه دقیقه نه مارک کن. میخوایی بریم بیا اینجا مارک کنیم. مثلا چلنجر مارک کنم. چلنج رو فلش کن توی این مپیم. وای نه این به اشتراک من میرم اینجا. نه بیا اینجا دارم ویدیو میگیرم تو رو خدا بیا. چه ربطی داره؟ من یه چلنج دارم یه دقیقه بایست من خودم میرسونم. با چیه؟ با انمی دارم. بیا یکیمون همین اول بازی ناک شد بعد لفت داد. عالی تریوس میخوایم بریم. یو چه الان من بعد از بودن یک هفته اومدم یعنی میدونید آقا دیروز آنلاین بود. چی بگی نبودم. ناکو این ایار چیز هست مایدس مایداست چطوری تو ناکن بچه ها 2 دقیقه پیش الان تو پارتی بودیم گفت و قراره مایداست بیاد برم بگیرمش الان میگه مایدس. میبینید وای 2 تا اسم داره. من خیلی چون باشه رفیقم بهش میگم مایداست یعنی دائما. الان منو چیز میکنی؟ تو هرچی دلت گاد خوبه؟ بچه اینم گانه جدیده که بعد از اون آپیت من هنوز نگرفتمش. بابا چجوری من با 2 نفره ریختن سرم. 2 نفره ریختن سرم. لف نده الان ریوایو بده. این چرا هیچ همینطوری؟ این چرا هیل میشد؟ چی میشد؟ یکی بود هیل میشد خودش همینطوری هیل میشد. این موز طلایی چیه؟ نمیدونم. میتونی سریعتر بری میتونی سریعتر یادم رفت بگم بپری وقتی هیلم بهت میده. بچه ها با طرف اینو داشت چون من زدمش همینطوری داشت همینطوری چیزی میکنه اسمش هیل میشد. بیا یکم میتونی گان بخری. طور میشد. بیا گان بخره اینا هم بردار. بیا گان بخره اینم بردار. باش من گانو بخر برای من نخره برای خود بخر فقط ایم داره یا نه. دوتاش یکیه که میدونم ببین ایم داره. آره مربیاس برای منم بخر اوکی بیا اجازه خریدی مرسی. یارو مثل اینکه انمی داره واسه باش. بعد اینجا فقط مت بزن. من مت نمیزنم. من چند ثانیه یک بار خودش بهت میده. خب میدونم این کم بهت میده باید زیاد بزنی. اگه من فرا نیومدی خب نه تو میخوای مت بزن بعد تو بیلد همینطوری برو بعد این مفاسی من بدون انمی او چی انمی تیر ندارم تو شاتگان ندارم. خب بیا دیگه یکه تو فقط نه من بمیرم نمیتونی کاری کنی ها. اسمش یک کاجدی اسمش یکه پوش دیگهشون هم اونجاست. بیا منو ریوایو بده. بیا مرسی مرسی یه موزه رو بخونم ببینم چی میده. چه داره همه جا قرمز شد. چی میشه؟ سون در آمدن است. مهم نیست. آره هیل میده.
نت با تی شاتگان داری بدی صفرم. هیچی ندارم من. اوه دارم به زون داره میاد، زون داره میاد، سری یه رفتی نامم. من رفت جدی تی شاتگان نداری؟ من هیچی ندارم، فقط یه دونه تو خودشه همین. تی شاتگان 12 تا دارم، میخوای؟ بده. آره یه دونه هم بدی حله. بیا 12 تا رو داری؟ شاتگان نداری؟ نه فقط اینجا باید سروایو کنی. زمان که این چیزه نمیان بزنی شوری این کانتو برداری. من اینجا مردم، اثراتش باقی است. هیچی ندارم، نه هیلم برای چی؟ تو اینجا رو نگاه توی؟ اون بهتره اینجوری حرف بزنی؟ و اینو کمی زوم بارستادم هر کی میاد زننش. مهم نیست منم اه چرا بد بود این دست؟ یارم به جای اینکه بیاد ریوایو ده رفت فرار کرد. کجا رفت؟ بیا اینجا. اشکال نداره دست دیگه بریم. با اینه که این دست بچه ها نشون دادیم چی ها به اضافه شده چی جوریه. بچه این لاوی هم که داریم برین توش هر بار که میریم فکر کنم 25 تا بهتون اچ ازتون اچ پی کم. این دست فقط خواهیم تراکال بزنیم. من کلا نمیتونم. داوام هر بار هم میاد بالاتر. این دست الان اسمش چیه؟ یه چیزی که یه حسابی که گرفتم الان، خب بعد چیزه همه تنظیمات هم به هم ریخته. مثلا الان چیز ندارم، اسمش چیه؟ همین اینترنت پینگ و اینا رو نشون نمیده دیگه. یه چیز دیگه هم بود، خدا چیز دیگه هم بود مشکل داشت. آره پینگ هم بلدی چجوری پینگ هم اوکی کنم؟ آره الان بدون میگه. نه کجا؟ یه جا میخوام باشه که مثلا نشون بده پینگم چنده، الان نشون نمیده. یا کان برو فکر کنم اینه، برو تو تنظیمات. خب یه چیزی هست که برو چهارمی، همون که یه مستطیلی هست واسه هم مثلثه. خب رفتی برو آخر دو تا آخری ها برات آفه. آره اونا کن یکی مونده به آخری و آنش کن. حالا این درست شد. فکر کنم سیوش نکردم میده واسه. الو درست شد؟ فکر نکنم. نه نه نکن. برو تو همونجا همونجا که بهت گفتم هر چی هست آنش کن. هر چی که میتونی آنش کنی آنش کن به غیر از آخریو. برو همونجا. وایسا فکر کنم اینه. اینجا که من میگم 100% همونجاست، فقط نمیدونم چرا داری چیکار میکنی. برو همونجا. الو برو. یه دقیقه وایسا. برو. این نسل چیه؟ الان تو آنردی کردی؟ نه من چیزه مشکل الان ایرور خوردم. یه چیز شده. های لفرین؟ کجا؟ ناکن لف بده بهت بگم. ناکن همون جایی که لف بده من میدونم کجاست. لف بده. خب یه دقیقه وایسا. برگردونم به حالت اولش. بیام نبی؟ آره
این الان تو PS5 اسلیمه؟ چی؟ PS5 اسلیمه؟ یعنی چی؟ سیدی خوره. آره چی؟ سیدی خوره. آره نه اسلیمه؟ نمیدونم یعنی چی. داره خط داره؟ چی؟ نه از اون جدیدان دوست نیست. خیلی وقت میشه. اون اول که اومد خریدم. پسر خاله من اون شکله. نه مال من اسلیمه جایده. همین دیروز به دستم رسید. اوه مای گاد. ناکن برو الان ردی کن. آنباکسینش کردم چیدی با ناخن گیشگیری دیدین زدم روش. برو تا همونجا که میخوام برای درست کنم. برو همونجا. فعلا کانکتینگ. ماشاءالله. یه معنوی برام صحبت کن. چی بگم؟ صوت سفيري بولي بولي هيا قلبي في أملي هيا وزع مسهري مخفي المغالي. چی الان؟ من که عرب نیستم. یعنی چی؟ باید بدونی. چطوری بلدی بگی؟ چه میدونم یعنی چی؟ من کلا آهنگ به زبون دیگری زبون فارسی نباشه که برام مهم نیست معنیش چیه. ریتمش برام مهمه. من کلا آهنگ ریتمو دوست دارم. سلام برات. کانکتینگ هم میفهمی؟ ردی کن. میفهمی؟ شما ردی کن. باش بی تو. یه واسه من آهنگش برات دارم. نمیخواد ردی کن. نه میخواد. ردی کن. با میگه من کانکتینگ هم. یه 2 دقیقه واسه. بس واقعا میخوام ترای هارد بود. ها؟ جنس هم عوض شده. سعید بیا. این چیه؟ یکی داشتم میخوندم. دوست نداره بودم تا الان. چی؟ حالا گوش نداده بودم. حفام بود. همین نشیدیش میگه مثلا یه جایی خیلی تمیز میکنن یا مثلا بعد میخوان نتیجه کار رو ببینن. این چی میگه؟ صوت سفیری بولی بولی. الان میخوای ردی کنی؟ تو اسکرین شات گیرم برات میفرستم. کانکتینگ مگه تو جنوب باشه یه دونه نیستی؟ اینترنت بزنم. جنوب باید اینترنتش خوب باشه. فکر کنم قطع کلنه تو. مرسی. آن اهواز همونجا هست که پلاستیکو چی شد؟ میگن نابود شد؟ مرسی.